برادری پرسیدن اشخاصی هستند که تراویح را زیاد تیز میخوانند، وقتی که برشان گفته شود زیاد تیز نخوانین، در جواب میگن که الله به عبادت ما چی ضرورت داره. و بعضی انسانهای دیگری میگه که الله به عبادت ما ضرورت داره. حکم این انسانها چی است؟ اولا برادر محترم، تراویح یا قیام اللیل از نمازهایی است که انسان مناجات با پروردگارش داره، بسیار با قلب خشوع و نهایت توجه و تدبر بخواند و کوشش کنه که از این نماز خود مستفید شود، اجر و ثواب بگیرد، نه اینکه خود را خسته کنه و وقت خود را ضایع کنه و همچنان روز قیامت برای از این نماز خود چیزی بهره ای نگیره، عکسی از او، بلکه از طریق نماز خدای نخواسته عذاب برش داده شود یا اینکه گناه بگیرد. اما شخصی چنین عملی را انجام میتیه و باز میگه که الله به عبادت ما چی ضرورت داره، در حقیقتی جاهل است، نمیدانه از مفهوم عبادت برش فهمانده شود. و همچنان شخصی که میگه الله به عبادت ما ضرورت داره، انسان جاهل است، یا این که انسان طغیانگر است، سرکش است، بیدین است. الله هدایتش کنه. و الله تعالی به عبادت ما دی شک نیست ضرورت نداره. ما به عبادت ضرورت داریم، به عبادت پروردگار. از طریق این عبادت الله تعالی ما را برمان ایمان نصیب میکنه و در روز آخرت از طریق از این عبادت برمان جنت نصیب میکنه. اما الله تعالی اگر همه دنیا کافر شوند، هیچ ضرری برای الله تعالی رسانده نمیتونن. همه دنیا اگر مؤمن شوند، هیچ فایده‌ای به الله نمیرسانند. الله ذاتی غنی است و ما ذاتی فقیر هستیم، محتاج هستیم. ما ذاتی هستیم که هر لحظه به الله ضرورت داریم. در زندگیمان اگر نعمتهای الله نباشه که چطور تنفس کنیم، چطور ببینیم، چطور بشنویم، چطور قلب ما در حرکت باشه، چطور راه برویم، چطور با دستای خود قبض کنیم بگیریم، اگر این نعمتهای الله تعالی نباشه ما لحظه‌ای در دنیا زندگی کرده نمیتوانیم. پس ما به الله نهایت ضرورت داریم، الله به ما هیچ ضرورت نداره و ما به رحمات پروردگار همیش ضرورت داریم و الله به عبادت ما هیچ ضرورت نداره. این عبادت به نفع خود ماست، این در حقیقت رحمت پروردگار است، تا اینکه از این طریقه عبادت ما خود به پروردگار نزدیک کنیم و سبب فلاح و کامیابی ما شود و در روز قیامت الله تعالی به وسیله این عبادت با رحمات بی پایانش جنت و نعمتهای بزرگی را در جنت برای ما نصیب کند.